کنفرانس در دوره تشبوس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید با تقدیم شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به هر خانواده مملکت راه اندازی شد. ابراز گردید که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی حماسه بی‌نظیر و بی‌زوال ملی ما است که با تاکید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آن تنها کتاب بزم و رزم، دلاوری و قهرمانی، روایت و افسانه نیست، وی پندنامه بی‌نظیر، اخلاقنامه و دستور آموزنده خلق و اطوار حسنه، خصلت و خصوصیات نیکی انسانی است. در ادامه ذکر شد که شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی چون اثر قهرمانی شهرت جاویدانی کسب نموده آید و موضوعهای پند و اخلاقی، وطندوستی، انساندوستی، نیکی و نکوکاری، راستگویی، دانش و خرد، حفظ وطن و محبت به آن تاکیدهای زیاد نموده است. به عقیده شاعر نیکی و نکوکاری یکی از خصلت‌های نجیب انسانی به شمار می‌رود. از این رو او توسط این اثر بی‌زوال به اهل بشر توصیه داده است که به همدیگر مهربان باشند و تنها نیکی کنند، زیرا عمل نیک جاویدانی است. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین اثر بدیعی است که سرشار از غایه‌های افتخار ملی و احساس بزرگ وطندوستی میباشد. آن زیر نفوذ حرکت‌های ملی، آزادی‌خواهی، استقلال‌جویی و فرهنگ بزرگ آریای پهناور نوشته شده است و افتخار ملی تاجیکان را با احساس وطندوستی و آزادی‌خواهی مردم پیوست ساخته است. وطن و وصف آن شریفترین غایه برای مردم بزرگ با فرهنگ و صاحب تمدن تاجیک است. اقدام بی‌نظیر و تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باید به انتشار و به همه عائله‌ها تقسیم نمودن اثر عالمشمول حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه قدم نوبتی در راه خودشناسی ملی ارزیابی می‌گردد.